متعال همه قرآن رو یک طرف، سوره حمد رو یک طرف. ما بهت سبع المثانی دادیم و القرآن العظیم. سبع المثانی سوره حمد، چون 7 آیه داره، اما اقوال مختلفه. چون در هر نمازی 2 بار خونده میشه، یه بار تعبیر دوات داریم که چون 2 بار نازل شده، هم در مکه هم در مدینه. حالا کار نداریم. چرا تمام قرآن یک طرف، سوره حمد یک طرف؟ چون میگن سوره حمد به تنهایی اساره قرآن است، یعنی تمام قرآن در سوره حمد جمع شده است. هیچ سوره هم جای سوره حمد رو تو نماز نمیتونه بگیره. چه واجب چه مستحب باید سوره حمد خونده بشه، اما بقیه سوره ها میتوانید توحید بخونید یا غیر توحید بخونید. خب اگه همه قرآن در سوره حمد خلاصه شده، در سوره حمد ما یک خواسته و دعا از خدا میخواییم، یک خواسته و یک دعا از خدا میخواییم. پس معلومه که این دعا خیلی مهمه. عنایت بکنید تمام قرآن خلاصه شده در سوره حمد، تمام سوره حمد هم خلاصه شده در یک دعا. پس معلومه این دعا خیلی مهمه. اگر این دعا در حق آدم مستجاب بشه، انسان سعادت دنیا و آخرت رو پیدا میکنه. اون دعا چیه؟ اهدنا الصراط المستقیم. بله؟ پس هیچ دعایی از منظر قرآن مهمتر از هدایت نیست. اهدنا الصراط المستقیم، هدایت به سمت صراط مستقیم. حالا سوال مطرح میشه، این صراط مستقیم، بله، این صراط مستقیم رو چجوری به دست بیاریم؟ نمیگیم خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. چجوری من به صراط مستقیم برسیم؟ باز بریم به سراغ قرآن. خیلی قشنگ قرآن. قرآن هم راه رسیدن به صراط مستقیم رو نشون میده. میگه از این مسیر شما میتونی به صراط مستقیم. این گاهی اینجوری معرفی میکنه، گاهی اوقات کسانی که به صراط مستقیم رسیدن میگه مثل اینا باشید. بله؟ هم راه نشون میده، هم راه رفته ها رو نشون میده. میگه از این 2 طریق میتونی. یک، چجوری من به صراط مستقیم برسم؟ تو سوره یاسین آیه 61 ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اگر میخواد به صراط مستقیم برسی، ان اعبدونی، من خدا را عبادت بکن. یعنی تنها راه رسیدن به صراط مستقیم عبادت و بندگی خداست. پس این داره راه رسیدن به صراط مستقیم رو نشون میده. یعنی تنها از کانال عبودیت و بندگی است که انسان به صراط مستقیم وارد میده. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. پس این راه نشون میده. پس یه سوال میکنیم خدایا من چطور وارد صراط مستقیم بشم؟ آیه 61 سوره یاسین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی عبودیت و بندگی منه خدا. یعنی اگه بنده هستی تو صراط مستقیم، اگر بنده نیستی تو صراط مستقیم نیستید. یک راه نه،
نگاه یه سری افراد بکن. بله، با این افراد شما میتونید اقتدا بکنید افراد، پس شما هم تو صراط مستقیمی. کی؟ همین آیه سوره هم اهدنا الصراط المستقیم. خدای صراط مستقیم صراطی کیاست؟ صراط الذین انعمت علیهم. بله، کسانی که ما به اینها نعمت دادم. بشد به اینها نعمت دادم، اینا در صراط چی هستن؟ مستقیمه. بشد. حالا خدا به کیان نعمت داد؟ النبیین، شهدا، صدیقین، بله، و صالحین. اینا کسی انعم الله علیهم. یعنی نگاه کنید به انبیا، نگاه کنید به شهدا، نگاه کنید به صدیقین، نگاه کنید به صالحین. پس یا اشخاص را ببینید، خودتون رو تطبیق کنید با این اشخاص، یا راه را که من نشون دادم، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. منتهی برات عزیزان. اما اول عرض کردم این عبادتی است که خداپسندانه باشه، نه خودخواهانه. اونی که من میخوام، نه اونی که خدا میخواد. تو روایت داریم وقتی خدا امر کرد به فرشته ها سجده کنید بر آدم، شیطان گفت خدایا منو از این یک مطلب معاف کن، هر چه بخوای من عبادتت میکنم، ولی این یک کار رو از من نخواه که سجده بر آدم باشه. خطاب اومد شیطان، عبادت اون نیست که تو دلت بخواد، عبادت اون نیست که من میخوام. یعنی اگر خواسته من خدا را مقدم بداری بر خواسته خودت، این میشه عبادت. اما عبادتی که به خواسته و میل تو باشد ولو 6000 سال هم عبادت کرده باشی ارزش نداره. شیطان 6000 سال عبادت کرده بود، اما عبادتی که روح نداشت. بله، عبادتی که روح نداشت. چرا؟ چون عبادت اون نیست که من دلم بخواد، نه، عبادت اون چیزی که خدا بخواد. اگر انسان اونی که خدا خواست بر اونی که خودش میخواد مقدم بداره، این راه ورود به صراط مستقیم. درست شد؟ این میشه عبادت. این میشه عبادت. عبادت تسلیم در برابر خواست خدا می باشد. به نکته دیگرم عرض بکنم، عبادت اگر خدا پسندانه باشه، زندگی انسان میشه زندگی شاکرانه. خیلی قشنگه. عبادت اگر خدا پسندانه باشه، زندگی انسان میشه شاکرانه و صابرانه. این دو تا نکته بگیرید. زندگی آدم یا شاکرانه هست یا صابرانه. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا نعمت به من داد، میگیم خدای شکر، نعمت رو از من گرفت، صبر میکنه. اگه دو تا آدم تو زندگیش بتونه یاده بکنه، شکر، صبر. اما ما خودم رو دارم عرض میکنیم، تا نعمت میاد غافل میشیم، یعنی خدا رو شاکر نیستیم، صاحب نعمت رو نمیشناسیم. تا نعمت از ما گرفته صابر میشیم، جزا و فضل میکنیم. دقت کردید؟ نه. بر اساس آیات نورانی قرآن و روایات، هنگامی که دنیا رو میاره، اقبال دنیا، شاکر باش.
در ادبار و پشت کردن دنیا صابر باش. تو گفتنش راحته، به عمل خیلی سخته. در سلامت هستیم، به خاطر سلامتی بدن چقدر شکرگزار خدا هستیم. بله؟ اصلا به فکر نیستیم. همین 2 تا چشمی که خدا به من و شما داد، 2 تا دوربین فیلمبرداری، بله؟ چقدر داره کار میکنه برات؟ اصلا شب و روز به فکر این داشتن چشم خدا رو شکر کردیم؟ نه، اصلا یادش نیستیم. این گوش چطور؟ صدا رو میشنویم. الان خیلی ها هستن صدا رو نمیشنویم. واقعا خدا رو شاکریم؟ بیماری سر استاد که اصلا خواب رو از انسان میگیره، دردی است که اصلا شب و روز آدم خواب نداره، اما جنابالی سر رو بالش میگذاره، راحت میگی میخوابی. آیا فکر این سلامتی هستیم یا نیستیم؟ نعمتهای دیگر فراوان رو شده. فرمود که فذکرونی اذکرکم واشکرونی. هنگامی که نعمت بهت دادم شکر کن. اگه شکر کنیم چی؟ لازیدنکم. چجوری معنا میکنیم؟ با این شعرم که گفتن غلطه، شکر نعمتت. نه، خدا نگفت اگه شکر کنی من نعمتتو بیشتر کنم. نه، لازیدنکم، خودت رو زیاد میکنم. لازیدنکم، نگفت لازیدن انعامکم، نه نعمتت رو میکنم. نه خیر، خودت رو توسعه میدم. یعنی شخصیتت بزرگ میشه. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو. یه عده بزرگ میشن ولی بزرگوار نمیشن. بزرگ میشه یعنی چی؟ یعنی سنشون 20 سال میشه 30 سال، 30 سال میشه 40 سال، 40 سال میشه، اما بزرگواریشون به اندازه بچه است. دقت کردید؟ اما یه عده نه، به تناسب این که سنشون میره بالا شخصیتشون هم میره. 13 سال داشت. وقتی امام زمانش ازش سوال میکند که شهادت در نظر شما چگونه است، چی گفت؟ احلا من العسل. حضرت قاسم. ببین این رفته بالا، لازیدنکم، یعنی اینقدر. بعد میگه آقا قاسم که 13 سال بود، برادری داره کوچکتر از خودش، عبدالله ابن حسن 11 سال داشت. وقتی میبینه گرگه های بیابان عمویش حسین رو محاصره کردن، تو روایت مثل باز شکاری حرکت کرد به سمت گودال قتلگاه. امام حسین گفت زینب جلوشو بگیر، جلوی عبدالله. چی جمله گفت؟ عمه جان من زندگی بعد از عمو رو چی میخوام؟ گرگه های بیابان او رو محاصره کرد، من زنده باشم. دقت کردید؟ این روح میشه بزرگ. لئن شکرتم لازیدنکم. اگه شما شکر گزار باشید خودتون رو توسعه میدن، خودتون بزرگ میشید. اینقدر این روح بزرگ میشه. دقت کردید؟ این روح بزرگ میشه. وقتی روح بزرگ بشه، ببینید دریا نگاه کنید چون وسعت داره، گاهی خود موجه های عظیمی میاد. این موج بعد از چند دقیقه چی میشه؟ آروم میشه. کی این موجهای بزرگ در خودش؟ اون دریاست. چرا؟ چون بزرگه. بشد. اما کتری ها رو شما میگین کتری که آب میجوشه. این کتری چون محدوده، یک آتش 100 درجه شروع میکنن قلقل کردن. ای بابا دریا با اون عظمت قلقل نمیکنن. این کتری چون ظرفیت کمه. اما دریا باش.
وسعت داشته باش. دقت کردید چجوری من وسعت پیدا میکنم، زیاد میشم، عمق پیدا میکنم؟ اگه شکرگزار باشم. خدایا هیچ چیز از من نیست. و ما بکم من نعمت فمن الله. چقدر قرآن قشنگ میگه. فما بکم من نعمت، هر نعمتی داری از تو نیست، از کیه؟ از خداست. سلامتی داری، یک لحظه یه سکته بهت میده. سلامتی داری، پات میخوری یه جا زخم میشه. سلامتی داری، آقا اینا همه از جانب کیه؟ خداست. فما بکم من نعمت فمن الله. پس هنگامی که نعمت داریم چی باشیم؟ شکرگزار باشیم. نعمت رو از ما گرفت، جا صبور باشیم. جزا و فضا، یک فرزند خدا بهت داده، همین یک فرزند به خدا ازت میگیره. بله، همین یک فرزند به خدا ازت میگه، میشه بی فرزند. اینجا مهمه چجور خودتون نشون بدید. اما چجور گرفتنی؟ اربن ارباش میکنه. علی اکبر مقابل چشم پدر جواش کردن، قطعش کردن. میخواد صبر حسین خودشو نشون بده. علی اصغر رو من الاذن الی الاذن، گوش تا گوش دریده شد. چی گفت امام حسین؟ گفت خدای همین که در مقابل چشم توست، این مصیبت برای حسین آسان میشه. پسر جوان علی اکبر شهادت آسانه؟ میگه بله. علی اصغر میگه آسانه. چرا آسان میشه؟ چون او داره میبینه. خیلی راحت میشه بر آدم. اگر آدم در برابر نعمت شکرگزار باشید، روحت بزرگ میشه. در برابر بلاها صبور باشی، بازم روح بزرگ میشه. چرا میگه امام حسین هر چی به شهادت نزدیک میشد، چهرهش چی میشده؟ نورانی تر میشد. ولی ماها چطور؟ تا تق به تق میخوریم، خودمون میبازیم، زمین زمان بد میگیم، چون روح بزرگ نشد. یه جمله از حضرت امام بگم، میگه 15 خرداد وقتی منو دستگیر کرده میخواستن تهران ببرن، اونا 4 نفر بودن، من 1 نفر. بعد دیدم از مسیر منو بردن تو جاده خاکی، گفتم دیگه کار من تمام قصد. بعد دیدم بعد از مدتی دوباره منو آوردن تو جاده اصلی. بعد دیدم اینا دارن میترسن میلرزن. گفت من به اینا آرامش میدادم. گفتم نترسی، شما 4 تا من 1 نفرم، چرا میترسی؟ بعد یه جمله، به خدا قسم تا الان از احدی جز خدا من نترسیدم. از احدی نترسیدم جز خدا. یکی میگه اونی که تو نعمت شاکره، در سختی ها صابره. این عرض امروز بنده. پس همه قرآن خلاصه شد در سوره حمد. در سوره حمد ما یک دعا و یک خواسته داریم: اهدنا الصراط المستقیم. صراط